نمیتونید تصور کنید که هیجان چقدر زیاده در ارتفاع 40 متری. آماده شیم برای پرش بسیار مهیج و ریسک در واقع. اما یه بزرگی میگه بزرگترین میوه‌ای که از درخت زندگی میشه چید میوه‌ای به نام ریسک. اونایی که ریسک میکنن معمولا در تاریخ انسان‌های موفقی بودن و تونستن مدارج خیلی بالایی رو کسب کنن. امیدوارم که خداوند به من هم کمک کنه تا بتونم در کارام موفق باشم. ممنون از اینکه پیگیر این ویدیو هستین و ممنون که لایک میکنین. حسن آقا نمیترسی؟ ترس طبیعیه. اگر نترسی باید آدم غیر عادی باشی و باید بری دکتر ببینی که مشکل چیه که نمیترسی. چند درصد؟ الان از حدود 25 دقیقه است که این بالام ترسم داره کمتر میشه، اما همچنان اون ترس و اون استرس رو در خودم احساس میکنم و امیدوارم که بتونم با غلبه بر ترسم یک پرش خوب و زیبا داشته باشم. حسن آقا از مرگ هم میترسی؟ مرگ یک چیز ناشناخته است برای بشر، اما خب میگن بعضیام تجربه کردن و برگشتن. نمیدونم چه جور چیزی هست، اما در بعضی از کتب من خوندم دنیای بعد از مرگ دنیایی است که تجربهش در نوع خودش جالبه و آدم نباید بی دلیل از مرگ بترسه. مرگ هم قسمتی از زندگی ماست که ما رو میبره به دنیای بعد از این دنیایی که الان زندگی میکنیم، دنیایی که ممکنه تا ابد باشه و انتها نداشته باشه. حسن آقا اگر دور از جونتون خدایی نکرده الان جهت خودکشی تشریف آورده بودین اینجا، الان پشیمون میشدین یا نمیشدین؟ من اصلا با پدیده به نام خودکشی و کاری به نام خودکشی اصلا موافق نیستم. اگر این ارتفاع رو میدیدین پشیمون میشدین؟ میشدین؟ من یه چیز نمیرسه و مرسی. دوست ندارم در موردش حتی صحبت کنم. مرسی، ممنون. حسن میتونی یه ذره سیاوش بخون بالا. بخون. نمیتونی بخونی توی حالت نه. حسن سالمی؟ آره او اکانتی هست. حسن یه صحبت کن تو فیلم توش. چرخش هستم زیاد چرخون منو شانس اون شارژ دوربین دستیه تموم شد.